کلاس نهم است. 16 سال دارد. هنوز به دبیرستان بابک می رود. کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه است و پس از تعطیل کلاس ها با بچه ها تمرین می کند. دیوار به دیوار مدرسه بابک یک دبیرستان دخترانه است. عصر یک روز پاییزی با بچه های تیمشان تو حیاط مدرسه سرگرم بازی است. توپ را شوت می کند به طرف تخته بسکتبال. شوت چنان محکم است که توپ از پنجره باز یکی از کلاس های مدرسه دخترانه می افتد تو. همبازی ها به بهروز می گویند حالا که توپ را سود کرده خودش باید برود آن را بیاورد. از مدرسه می رود بیرون. از فراش مدرسه دخترانه با خواهش و تمنا اجازه می گیرد و می رود تو. هیچ کس در حیاط نیست. از پله ها می دود بالا و در کلاس را باز می کند. 2 دختر نشستند تو کلاس و دارند درس می خوانند. با حیرت کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه بابک را که لباس ورزشی پوشیده و شورت به پا دارد نگاه می کنند. بهروز عرق کرده است و نفس می زند. سرش را می اندازد پایین و می رود توپ را بردارد. یکی از دخترها می خندد. صدای خنده اش را که شنیدم سرم را بلند کردم. یک آن نگاهمان در هم گره خورد. دلم لرزید. توپ را برمی دارد و از کلاس می دود بیرون. صدای دلنشین خنده دخترک تو گوشش است و چهره و چشمها و نگاهش جلو نظرش. یادش نیست تمرین چه وقت تمام شد و کی به خانه رفت و شب چگونه گذشت و صبح چه هنگام فرا رسید. صبح زودتر از معمول از خانه میزند بیرون. نزدیک مدرسه می ایستد تا دختر را ببیند. نگاهش می کند و می کوشد لبخند بزند. دختر زیر چشمی او را می پاید اما دیگر نمی خندد. از آن پس هنگام تمرین عمدن توپ را می اندازد تو همان کلاس. رگ خواب فراش مدرسه دخترانه را به دست می آورد و هر جور هست دمش را می بیند تا اجازه بدهد برود توپ را بردارد. تمام این کارها فقط برای آن است که معشوق را یک نظر ببیند و برگردد و تا روز دیگر تصویر زیبایش را در ذهن مرور کند. فراش هر بار می گوید این دفعه آخرت باشه که توپ رو میندازی اینجا. ولی توپ هر بار به جای آن که بیفتد تو سبد بسکتبال از پنجره میافتد تو همان کلاس. حالا دیگر هر روز سر میدان رشدیه میایستد. چشم به راه آمدن دختر تا با هم نگاه و لبخندی رد و بدل کنند. دوچرخه کورسی دوستش احمد سیدعلی را قرض میگیرد. رکاب زنان خودش را میرساند میدان رشدیه سر راه دختر. هنوز یک کلمه با هم حرف نزدند. بهروز حتی اسم او را هم نمیداند. نامه عاشقانه برایش می نویسد و در یکی از همان دیدارهای کوتاه می دهد بهش. چند روز بعد پاسخ نامه را دریافت می کند. حالا دیگر اسم دختر را می داند. هما. و این نام زیباترین و خوشاهنگترین نام جهان است. در یکی از نامه هایش می نویسد من می خواهم شما را ببینم زیرا لازم است که با هم صحبت کنیم. سرانجام قرار دیداری می گذارم.
حالا دیگر زمستان فرا رسیده است. بهروز گذشت این چند ماه را اصلا احساس نکرده است. شور و سرمستی عشق همه چیز را از یاد آدم میبرد. محل دیدار یکی از کوچه های پشت دبیرستان نظام دور از محلهشان است. غروب است و سوز زمستان و برف های یخ زده. هما می آید، پالتو پوشیده و چارقدی به سر بسته. سرمای سختی خورده، چشمهایش سرخ است و با دستمال بینیش را پاک می کند. عطسه پشت عطسه. بهروز کیف و کتاب مدرسه در دست دارد، دستهایش یخ کرده است. راه می افتند، کنار هم حرف می زنند. بهروز نمی داند چه باید بگوید و چه می گوید. دل در سینه اش می تپد. مدتی توی همان کوچه بالا و پایین می روند. کم کم تاریکی شب زمستان کوچه پر از برف را می پوشاند. هما بیشتر ساکت است و سرش پایین و همچنان با دستمال بینیش را پاک می کند. صدایش از شدت زکام گرفته است. بهروز در تاریکی نمی تواند چهره معشوق را که به نظرش زیباترین چهره جهان است درست ببیند. بالاخره می رسند به تیر چراغ برق کوچه. حالا زیر نور اندک و زرد رنگ لامپ بالای تیر صورت هما را می تواند ببیند. بی اختیار تصمیم می گیرد آرزویی را که مدت هاست در دل دارد بر زبان بیاورد. برای این محصل 16 ساله گفتن این حرف شهامت زیادی می خواهد. جلوش ایستادم و بهش گفتم هما، من میخوام شما رو ببوسم. هیچ حرفی نزد، ساکت نگاهم کرد. تو چشماش خیره شدم، فقط لبخند زد. شرم را در چهرهش دیدم. رفتم جلوتر، به تیر چراغ برق تکیهش دادم و بوسیدمش. همش یک آن بود. خیلی خجالت کشیدم. هما همانطور ساکت نگاهم می‌کرد، هیچ حرکتی نکرد. در آن سرمای زمهریر دیدم که گونه‌هایش گل انداخت. فقط شرم بود و معصومیت. همین. این اولین و آخرین بوسه عاشق و معشوق است. چنین دیداری دیگر دست نمی دهد. ترس از با هم دیده شدن، هراس از خانواده و آبروریزی باعث می شود که به همان دیدارهای کوتاه و نگاه‌های از راه دور بسنده کنند. یکی از مکانهای دیدار جلوی دکه روزنامه فروشی سر کوچه هما است. روزنامه فروش شبها یک چراغ زنبوری پایدار کنار دکش روشن می کند. بهروز سر ساعت مقرر خودش را می رساند جلوی دکه. به بهانه تماشای روزنامه ها و مجلات می ایستد آنجا و خودش را مشغول نشان می دهد. هما هم می آید کنارش می ایستد. او هم مثلا دارد روزنامه و مجله ها را نگاه می کند. گاهی یکیشان مجله‌ای بر می دارد و بی خودی ورق می زند. آن یکی زیر چشمی عکس های مجله را نگاه می کند. یا که به هم دیگر نگاه کنند زیر لب و آهسته با هم حرف می زنند. تمام حرف ها در مورد این است که چه ساعتی می روی مدرسه و چه ساعتی بر می گردی و فردا کی می آیی جلوی دکه. همین.
احمد سیدعلی هم با دختری دوست می شود به اسم پری که با هما بچه محل و دوست و همکلاس است. حالا بهروز با احمد درد دل می کند و هما و پری با هم و حرفها از این طریق نیز رد و بدل می شود. به این ترتیب 1 سال می گذرد. غروب یک روز پاییزی است. هما به بهروز می گوید باید باهات حرف بزنم. راه می افتند تو کوچه پس کوچه ها. هما می گوید که اتفاق بدی افتاده و می خواهد چیزی را اعتراف کند، اما گفتنش مشکل است. بالاخره در برابر اصرار بهروز گریه کنان می گوید که پدرش او را برای یکی از پسران فامیل نامزد کرده و او با آنکه بهروز را دوست دارد نمی تواند در برابر خواست پدر بایستد و با خانواده مخالفت کند. قرار است چند وقت دیگر با هم ازدواج کنند و او هم اجباراً ترک تحصیل خواهد کرد. اصلا باورم نمیشد. چه رویاها که در سر داشتم. چه میتونستم بگم؟ هما گریه میکرد و من ساکت و ناراحت و عصبانی کنارش راه میرفتم. این آخرین دیدار آن دو است. مدتها ناراحت و افسرده. مادر متوجه اندوه پسر می شود، اما بهروز در برابر کنجکاوی و اصرار او سکوت می کند. حالا کلاس 10 است. خبر عروسی هما را احمد سیدعلی که از پری شنیده به بهروز می دهد. رفتم دم در خانه‌شان. عروس و داماد از ماشین پیاده شدند و در میان هلهله بستگان و همسایگان رفتند تو خانه. هما در لباس عروسی از همیشه خوشگل‌تر شده بود. در آن هیاهو اصلاً متوجه حضور من نشد و مرا ندید. همه دنبال عروس و داماد وارد خانه می شوند. بهروز تو کوچه تنها می ماند. صدای هیاهو و هلهله و شادی و بزن و بکوب از خانه عروس شنیده می شود. پیاده راه می افتد طرف خانه خودشان. حس می کردم چیزی روی قلبم سنگینی می کند. نمی دانستم چیست. آیا عشق بود؟ اندوه بود؟ حسرت بود؟ سنگینی روی قلبم بیشتر و بیشتر شد. بغض بیخ گلویم گره خورد و به گریه هم انداخت. پیاده تا خانهشان 1/2 ساعتی راه است. بی اراده اشک می ریزد. آدمها و آبرها و ماشینها را نمی تواند درست ببیند. انگار در خلأ و سکوت راه می رود. اصلاً متوجه نمی شود آن راه و فاصله را چگونه و در چه مدت طی می کند. انگار چیزی مرا به سرعت از آنجا دور می کرد. می دانستم عشقی که 1 سال پیش شروع شد آن همه برایم شیرین بود و آن همه برایش رویا بافته بودم تمام شده. همه چیز برایم تمام شد، رفت پی کارش، اما در قلبم انگار چیزی شکسته بود.
رفتی و هم سر گرفتی، خیال عاشقی از سر گرفتی، پرستو بودی و بر بام عشقم نشستی یک زمان و پر گرفتی. همه دلگرم عشق و رقص و آواز، دل من می کند سوی تو پرواز. به صد لبخند شرم‌آلوده گویی که من رفتم نمی آیم دگر باز. میان شاخه گل‌های دسته، عروسانه به تختی در نشسته، به جشن نامزدی یک حلقه زر، بر انگشت بلورش حلقه بسته. همه دلگرم عشق و رقص و آواز، دل من می کند سوی تو پرواز. به صد لبخند شرم‌آلوده گویی که من رفتم نمی آیم دگر باز، که من رفتم نمی آیم دگر باز. میان شاخه گل‌های دسته، عروسانه به تختی در نشسته، به جشن نامزدی یک حلقه زر، بر انگشت بلورش حلقه بسته. همه دلگرم عشق و رقص و آواز، دل من می کند سوی تو پرواز. به صد لبخند شرم‌آلوده گویی که من رفتم نمی آیم دگر باز، که من رفتم نمی